انگیزه نداری؟ وقتی از خواب بیدار میشی هیچ دلیلی برای بلند شدن نداری؟ انگار همه چیز بی‌معنی شده. کارایی که قبلا برات هیجان انگیز بود الان فقط یه سری کار تکراری و بی هدف به نظر میرسن. حتی وقتی هدفی توی ذهنت هست، انرژی برداشتن اولین قدم رو نداری؟ نداشتن انگیزه همیشه به تنبلی ربطی نداره. گاهی پشتش خستگی روانیه، گاهی ترس از شکست، گاهی هم اینه که واقعا نمیدونی برای چی داری تلاش میکنی. مشکل اینجاست که انگیزه نباشه، حتی بهترین هدفها هم روی کاغذ میمونن و این خودش باعث حس شکست، کمبود اعتماد به نفس و دور باطلی میشه که مدام انگیزه رو کمتر میکنه. اما خبر خوب اینه که انگیزه پیدا میشه، گاهی نه از بیرون بلکه از درون. حالا میخوام چند تا راهکار واقعی، ساده و مؤثر برای افزایش انگیزه بهت بگم، مخصوصا وقتایی که بی‌حال و بی انرژی هستی. اولین راهکار یادآوری چرایی شروع کارته. برگرد به اون لحظه‌ای که تصمیم گرفتی این مسیر رو شروع کنی. چی باعث شد حرکت کنی؟ اون حس رو دوباره زنده کن. دومین راهکار تقسیم کار به بخشای کوچکتره. یه هدف بزرگ ممکنه خسته کننده باشه، ولی اگه خوردش کنی به قدم‌های کوچیک، انجامش آسان‌تر و انگیزه بخشتر میشه. سومین راهکار اینه که شروع بدون فکر زیاد. منتظر حس و حال نمون، فقط 5 دقیقه انجامش بده، ذهن دنبالش رو خودش میگیره. چهارمین، یادداشت موفقیت‌های کوچیک. آخر هر روز 1 تا 3 تا از کارهایی که انجام دادی و جلو رفته رو بنویس. اینا باعث میشه سوخت انگیزت افزایش پیدا کنه. پنجمین راهکار اینه که با آدمای پرتلاش ارتباط بگیر. حتی تماس یا دیدن یه ویدیو از کسی که داره تلاش میکنه میتونه آتیش انگیزت رو روشن کنه. انرژی از آدم به آدم منتقل میشه. و در آخر اینکه محیط تو تغییر بده. بعضی وقتا حال نداشتن فقط به خاطر فضاییه که توشی. یه موسیقی انگیزشی بذار، جا تو عوض کن یا حتی چند دقیقه بیرون قدم بزن. آخر میخوام ببینم شما چه راهکارایی رو برای افزایش انگیزه میتونید معرفی کنید. نظراتونو توی کامنت به هم بگید.